زنجیره آبزر در فاصله 18 کیلومتری شهر یاسوج قرار داره و یکی از 257 جاذبه طبیعی قابل دسترس در استان کوهگیران. وجود گلها و گیاهان زیبای خودرو در حاشیه این آبشار بر جذابیت این جاذبه گردشگری افزوده است. چشمه همین آبشار زیباست که متاسفانه به بدترین شکل ممکن دستکاری شده و بافت طبیعی اون رو برای استفاده از آب آشامیدنی گواراش این گونه تخریب کرده. و این یکی از آسیب‌های جدی در بخش گردشگری استان کوهگیران برید احمده. هر جایی که یک چشمه زیبا و یک جاذبه طبیعی وجود داشته بینک استفاده های نامناسب مثل اینجا تخریب شده و زیباییش رو از دست میده.